شلوارای خفنی داری که اندازت نمیشه، وقتی میپوشی کمرش بسته نمیشه، تو این حالت میمونه. یه آموزش برات دارم برای تمام شلوارایی که دگمه‌شون بسته نمیشه. بیا بریم. بچه‌ها یه خط صاف به این صورت از وسط شلوار جدا میکنید. از پشت شلوار دقیقاً این تیکه رو تا اون نقطه‌ای که به صورت 8 سانت قیچی میزنید. یه کش 5 سانتی که به هم وصل شده به این صورت روی شلوار میذارید و شلوار رو به صورت 7 اینجا زیر چرخ میدوزید. این وقتی به این صورت یه عدد 7 روی شلوار وا کردید، هم میتونید به صورت دستی هم میتونید با چرخ خیاطی اینو اینجوری وصل کنید به هم. با این روش بین 1 تا 3 سایز شلوارت گشاد میشه و تمام شلوارهای سایز کوچیکت اندازت میشه.